نه پکم بود عوضش کردم. پکم بود جان خودم پکم بود عوضش کردم. چرا این سردتر میشه؟ چت باش میگم تو محکوم به مرگی. میخواد چیکار کنی؟ نه میخواد چیکار کنی؟ امروز 20 تا سوال داریم که اگه هر 3 تا سوالی که اشتباه جواب بدم 1 لیوان آب سرد رو ریخته میشه و اگه بتونم 12 سوالو جواب درست بدم میتونم از این مخمسه راحت بشم. سوال اول سوسک ها چند پا دارند؟ الف 6 ب 8 جیم 10 دال 4. 8 تا. اشتباهه 6 پا دارند. سوال دوم پایتخت اسکاتلند کدام شهر است؟ الف ادینبورگ ب گلاسکو جیم همیلتون دال داندی. همیلتون. اشتباهه ادینبورگ. سوال سوم پله های اسپانیایی در کدام شهر قرار دارند؟ الف اسپانیا ب برزیل جیم پرتغال دال ایتالیا. اسپانیا. اشتباه ایتالیا. من تو اسپانیا آقا. ببین یه وایسا. ببین خودت با هم دیگه حرف میزنیم. تو رو خدا. ببین وایسا. سوال چهارم کدام درخت نماد صلح است؟ الف سرو ب زیتون جیم سیب دال سنجد. خدای شکرت زیتون. درسته. سوال پنجم کوچکترین واحد ساختمانی بدن انسان کدام است؟ الف سلول ب ژن جیم مولکول دال عصب. ژن. اشتباهه سلول. ژن. سوال ششم کدام کشور 3 زبان رسمی دارد؟ الف سنگاپور ب کانادا جیم بلژیک دال سوئیس. سوئیس. اشتباهه بلژیک. سوال هفتم پایتخت سوئیس کدام شهر است؟ الف زوریخ ب ژنو جیم برن دال بازل. بازل. اشتباهه برن. یه دقیقه وایسا. ببین سرده آبش یخه. یه دقیقه فرصت بده. سرده دارم میلرزم. سوال هشتم کدام قسمت از بدن اصلا خون ندارد؟ الف مردمک ب پلک جیم قرنیه دال شبکیه. اینو تو علوم خوندیم. قرنیه. درسته. یس. سوال نهم چند بازیکن در یک تیم بسکتبال حضور دارند؟ الف 5 ب 6 جیم 4 دال 7. 5 تا. درسته. سوال 10 کدام حیوان ناشنواست؟ الف مار ب موش جیم خرس دال ماهی. قاعدتا ماهی. اشتباهه مار. سوال 11 نخستین فلزی که کشف شد کدام است؟ الف آهن ب طلا جیم مس دال آلومینیوم. مس. درسته. سوال 12 پرجمعیت ترین شهر جهان کدام است؟ الف دهلی ب کراچی جیم پکن دال شانگهای. پکن. اشتباه شانگهای. نه پکن بود عوضش کردم. پکن بود جان خودم پکن بود عوضش کردم. چرا این سردتر میشه؟ سوال 13 پرچم کدام کشور مستطیل نیست؟ الف کامبوج ب آریتره جیم مالزی دال نپال. مثلثی هم هست. درسته. سوال 14 بزرگترین پرورش دهنده گوسفند در جهان کدام کشور است؟ الف ایران ب عراق جیم استرالیا دال چین. اشتباه استرالیا. سوال 15 کدام کشور خاورمیانه بیابان ندارد؟ الف کویت ب
ب قطر جیم لبنان دال اردن. قطر چون کوچیک‌تره. اشتباه، لبنان. وای نه اشتباه شد، 3 تا اشتباه جواب دادم. نه سوال 16. بزرگترین جزیره خلیج فارس کدام است؟ الف کیش، ب قشم، جیم تنب بزرگ، دال ابو موسی. معلومه با افتخار قشم. درست است. سوال 17. بزرگترین خلیج جهان کجاست؟ الف خلیج فارس، ب خلیج عدن، جیم خلیج مکزیک، دال خلیج هادسون. ببین سوال یه جوری در راه شده که میگم خلیج فارس. خلیج عدن. اشتباه هست. خلیج مکزیک. سوال 18. کشور چکمه‌ای لقب کدام کشور است؟ الف چین، ب ژاپن، جیم ایتالیا، دال سوئد. ایتالیا. درست است. سوال 19. سنگین ترین حیوان کدام است؟ الف اسب آبی، ب وال، جیم کریدن، دال فیل. ببین وال بزرگترین حیوان دنیا، ولی در نمیشه که سنگین ترین باشه. شاید رو زمین رو داره میگه، نمیگه تو آب. فیل. اشتباه هست. سوال 20. کدوم درست بود؟ جواب درست وال. وال گفتم بزرگترینه. سوال 20. پروانه ها چند پا دارند؟ الف 4، ب 6، جیم 8، دال 2. این 2 تا شاخک داره که میخوایم اونها رو با پا اشتباه بگیرن که اشتباه نمیگیرن. 2 تا جلو داره 2 تا عقب داره. 4 تا. اشتباه هست. وای چند تا داشت؟ 6 پا. وای خدا. ببین یه دقیقه یکم با هم منطقه حرف بزنیم. تمام شد. 20 سال 20 سال جواب دادم. شما مجازات میشوید. بخششی در کار نیست. مجازات. حساب شه. چقدر سرده. یخه. امیدوارم شما از این بازی خوشتون اومده باشه و با ما تو خونه بازی کرده باشید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. ساکت باش. مگه قرار نبودش 12 تا درست جواب بدم منو آزاد بکنی؟ ساکت باش میگم. تو محکوم به مرگی. میخوای چیکار کنی؟ نه میخوای چیکار کنی؟ اگه لایک نکنی میام سراغت.